قراره در مورد تفاوت گذشته ساده و گذشته استمراری صحبت بکنیم. گذشته ساده به فعلی گفته میشه که قبلا انجام شده و تموم شده و رفته. مثلا I went to Japan last year. من سال پیش رفتم به ژاپن. I talked to my friends yesterday. من دیروز با دوستام صحبت کردم. حالا این افعال گذشته ساده 2 تا حالت دارن. یکی افعال بی‌قاعده، یکی افعال با قاعده. افعال بی‌قاعده افعالی هستند که شکلشون کلا عوض میشه. مثلا take میشه took، مثلا go میشه went. حالا افعال با قاعده یه ایدی به اون فعلمون اضافه میکنیم. مثلا talk گذشتهش میشه talked، walk walked. اما گذشته استمراری چیه؟ گذشته استمراری وقتیه که یه اتفاقی افتاده و یه مدتی هم ادامه داشته. مثلا I was dancing. من داشتم میرقصیدم. I was watching TV. من داشتم تلویزیون نگاه میکردم. حالا بریم سراغ فرمولش. بچه اول بریم ببینیم was over چیان. was over گذشته ام و ایز و آرن. گذشته فعل to be هستن. خب که was میشه برای I، she، he، it. were میشه برای they، we، you. You were watching TV. حالا فرمولش اینطوریه. فاعل به اضافه was یا were به اضافه فعل به اضافه ing. حالا بریم یه مثال بزنیم. اونا داشتن میرفتن. They were going. اونا داشتن نگاه میکردن. They were watching. اون دختره داشت میرفت. She was going. اون پسره داشت غذا میخورد. He was eating food. جمله رو نگاه کن ببین که توی جا خالی چی باید بذاریم. داخل کامنت بنویس که